پیشرفت انسان و بود او. با سلام و درود فراوان به شما شنوندگان فرهیخته. امشب میخواهم شما را در مقابل پرسشی قرار دهم که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما اگر درست فهمیده شود میتواند تمام بنیان تلقی ما از پیشرفت را بلرزاند. ما در 1000 سال پیش زندگی نمی کنیم. در جهانی زندگی می کنیم که آب را از اعماق زمین بیرون می کشیم، خاک را تجزیه می کنیم، رطوبت هوا را اندازه می گیریم و با محاسبه دما و نور و مواد شیمیایی محصولی می سازیم که بیشترین بازده را داشته باشد. دیگر حتی برای رویاندن گیاه محتاج خاک هم نیستیم. ریشه را در آب می‌گذاریم، مواد لازم را به آن می‌رسانیم و گیاه را در هوا طبقه طبقه بالا می‌بریم. در پزشکی قلب جابجا می‌کنیم، کلیه پیوند می‌زنیم، مغز را می‌گشاییم، بیماری را پیش از درد تشخیص می‌دهیم، با تلسکوپ دورترین کهکشان‌ها را می‌بینیم و با میکروسکوپ کوچکترین ذرات را. روزگاری برای نوشتن نی قلم می‌تراشیدند و مرکب می‌ساختند. امروز با نور می‌نویسیم. روزی انتقال یک خبر ماه‌ها طول می‌کشید. امروز آخرین نظریه علمی در کمتر از چند ثانیه از آن سوی جهان به این سو میرسد. صدا را ضبط میکنیم، تصویر را نگه میداریم، سالها بعد لحظه ای را دوباره زنده میکنیم. در آسمان پرواز میکنیم تا زمان را کوتاه کنیم. در کویر باغ میسازیم، در قطب گرما تولید میکنیم، از مواد مایع سنگ و چوب مصنوعی میسازیم، زمرد و یاقوت و بریلیان مصنوعی تولید میکنیم. و این موج پیشرفت فقط چند اختراع پراکنده نیست، موجی است فراگیر که آرام آرام دارد تعریف ما را از انسان تغییر می‌دهد. امروز وقتی از پیشرفت حرف می‌زنیم، ذهن ما فوراً به سمت تکنولوژی می‌رود، به دانشگاه، صنعت، سرعت، رفاه، قدرت، ابزار. جامعه‌ای را پیشرفته می‌نامیم و جامعه‌ای را عقب مانده. در برابر برج‌های بلند خیره می‌شویم. نام دانشگاه‌های بزرگ را با احترام می‌بریم. آخرین فناوری‌ها را با شگفتی دنبال می‌کنیم. هرچه بیشتر در این بستر باشیم، احساس موفقیت بیشتری می‌کنیم و هرچه دورتر باشیم احساس عقب افتادگی. اما اینجا یک سؤال مهیب متولد می شود. آیا واقعاً پیشرفت همین است؟ آیا انسان امروز در بود خودش از انسان 3000 سال پیش متفاوت تر شده؟ یا فقط ابزارهایش تغییر کرده اند؟ این سؤال را نمی شود با تعصب جواب داد، نه با شیفتگی کور به مدرنیته، نه با نفی سطحی آن. باید دقیق نگاه کرد.
فرض کنید انسانی را از دل کویر 3000 سال پیش برداریم و به قلب پیشرفته ترین شهر امروز بیاوریم. به میان برج‌ها، اینترنت، ماهواره، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و شبکه‌های جهانی. ظاهر تفاوت حیرت آور است. یکی با پای برهنه روی شنهای داغ راه می رفته. دیگری امروز برای هر موقعیتی کفشی جداگانه دارد. کفش مهمانی، کفش ورزش، کفش خانه، کفش خواب. یکی هیچ از جهان نمی دانسته. دیگری با یک تلفن به تمام دنیا متصل است. اما سوال اینجاست: آیا در حقیقت انسان هم تغییری رخ داده؟ آیا این موجود گرفتار در حبوط تن در بود خودش متحول شده است؟ ما قبلا گفتیم که اعمال انسان در باطن همان چیزی نیستند که در ظاهر دیده می شوند. ممکن است کسی لبخند بزند اما در درونش نفرت باشد. ممکن است کسی کمک کند اما نیتش سلطه باشد. ممکن است کسی عبادت کند اما در حقیقت خودپرستی کند. اکنون باید همین سوال را درباره تمدن بپرسیم. آیا دستاوردهای بشر هم در باطن همان چیزی هستند که در ظاهر دیده می شوند؟ آیا این همه فناوری واقعاً انسان را متعالی تر کرده؟ یا فقط قدرت او را بیشتر کرده است؟ آیا انسان امروز آرامتر، پاکتر، عمیقتر و آزادتر شده؟ این سؤال کوچکی نیست. آنقدر سهمگین است که انسان گاهی ترجیح می دهد اصلاً به آن فکر نکند. چون اگر پاسخ را جدی بگیریم ممکن است ناچار شویم بسیاری از تعریف‌هایی را که سالها با آنها زندگی کرده ایم از نو بازبینی کنیم. شاید ما تمدن را با تعالی اشتباه گرفته باشیم. شاید ابزار را به جای حقیقت نشانده باشیم. شاید سرعت را پیشرفت نامیده باشیم، در حالی که هنوز نمی‌دانیم انسان در درون خودش به کدام سو می رود. و شاید تمام اهمیت این بحث در همین باشد که پیش از آن که درباره پیشرفت جهان داوری کنیم باید ببینیم انسان در باطن خویش چه شده است. اگر این سوال درست فهمیده شود راه بحث‌های بعدی آرام آرام گشوده می شود و باقی ماجرا را باید گذاشت برای وقتی دیگر. باش تا صبح دولتت بدمد. و سلام.